هنوز حکومت برآمده از انقلاب بهمن 1357 خورشیدی در ایران یک ساله نشده که در آخرین هفته‌های پاییز 1358 خورشیدی روح الله خمینی با صدور فرمانی دستور به تشکیل سازمانی به نام بسیج مستضعفین میده و این سازمان کمتر از یک سال بعد تقریبا در دی ماه 1359 خورشیدی با گذراندن قانون از مجلس وقت به یک سازمان دولتی و کاملا تحت نظر حاکمیت تبدیل میشه. ارگانهای متعددی رو شکل میده و بعد درگیر جنگ ایران و عراق میگرده. سالها پس از جنگ ایران و عراق هنوز سازمانی که به گفته مقامات ایران جهت تجهیز و تحقق سازمانی به نام ارتش 20 میلیونی که خواسته روح الله خمینی بود همچنان در رأس کار هست و به ادعای برخی از مقامات دولتی و نظامی در ایران قریب به 11 میلیون عضو داره. اگرچه مؤسسه امنیت ملی و تحقیقات استراتژیک در واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا اعضای ثابت این سازمان رو کمتر از 1 میلیون نفر و اعضای ذخیره اون رو چیزی در حدود 300,000 نفر تخمین زده و معرفی میکنند. با اینکه گفته شده تشکیل سازمان بسیج به دلیل دفاع از مرزهای کشور و بسیج مردم برای دفاع از مرزهای کشور در جنگ 8 ساله بین ایران و عراق بوده، اما زمان تأسیس این سازمان درست بیش از 9 ماه قبل از آغاز جنگ بین ایران و عراق نشون میده که کارکردهای سیاسی دیگری خواستگاه رهبر وقت ایران رو برای تشکیل این سازمان رقم زده. در برنامه امشب و در این نیمه پنهان بار دیگه پرونده‌ای رو روی این میز خواهم گشود تا با شما بیشتر و بهتر از اونچه که تجربه سالها فعالیت بسیج مستضعفین و پس از اون نیروی سازمان یافته مقاومت بسیج در ایران هست بهتر و بیشتر گفتگو کنیم. همراه ما باشید. مهمان من امشب جناب آقای دکتر امیرحسین مهدی ایرایی هستند که از سابقه فعالیت‌های نظامی در ارتش پادشاهی ایران برخوردارند و البته سالهاست که در شمال اروپا و در کشور نروژ به فعالیت‌های تحقیقاتی مشغول هستند. او که عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران هست و همواره در پناه شعار آشتی ملی دست دوستی و مودت همه ایرانیان رو به هم پیوند داده و خواهان تحقق این شعار در عرصه‌های گوناگون هست رو به واسطه تجربه سیاسی و نظامی که داشته به برنامه امشب دعوت کردم تا همراه با این کارشناس برجسته با شما خوبان از آنچه که چند سال سابقه فعالیت سازمانی به نام نیروی مقاومت بسیج هست به گفتگو بنشینیم. اجازه بدید در ابتدا خدمت آقای دکتر ایرایی سلام و عرض احترام کنم و از ایشون هم خواهش کنم تا با شما خوبان باب گفتگو رو باز کنند. درود میفرستم خدمت شما جناب آقای دکتر آقازمانی و همه همیهنان که بیننده این برنامه هستند. جا داره در آغاز مراتب تأسف و تأثیر خودم رو از این حوادثی که در اسیدپاشی اخیر اصفهان شکل گرفته اعلام بکنم و ابراز همدردی با مردم سانحه دیده. در خدمتتون هستم. به نکته بسیار مهمی اشاره کردید، حداقل برای نسل جوان امروز ایران که خیلی هم با دوران جنگ 8 ساله بین ایران و عراق انس و الفتی ندارند، سازمان بسیج همواره با راهبندی هایی که در خیابان ها انجام میده، تفتیش ماشین ها، مردم، امر به معروف و نهی از منکر و برخورد قاهرانه و قهرآمیز با مردم در کوچه و خیابان معنا شده. بسیج همواره با مساجد، نیروهای خاصی که تربیت‌های شبه نظامی دیدند معنی میشه و این روزها بیش از این که طالب حفظ امنیت در داخل مرزهای ایران باشه، مخل آرامش شهروندان ایرانی شده. آیا این تعبیری که امروز جامعه جوان ایران از موضوعیتی به نام بسیج داره رو شما هم به عنوان یک کارشناس قبول دارین؟
عرض کنم خدمتتون جناب آقای دکتر آقازمانی، در 5 آذر 58 همونطور که فرمودید خمینی بسیج مستضعفین رو با عنوان بسیج 20 میلیونی شکل داد که بعد شورای انقلاب وقت لایحه‌اش رو تصویب کرد و بعد این در سال 59 رسما زیر نظر سپاه پاسداران قرار گرفت و شروع به کار کرد. امروزه واقعا هیچ آمار دقیقی از این افراد بسیجی در دست نیست. همونجوری که آمران و عوامل پشت پرده که این برنامه‌ها رو برنامه‌ریزی میکنن واقعا مشخص نیستن. اما خدمتتون عرض کنم که امروز برای اینکه شناخت پیدا کنیم باید یک تعریفی ببینیم که این بسیج اصولا چی هست، چه دسته‌بندی در خودشون وجود داره. 3 دسته بسیجی اونجوری که شناخته شده هستن وجود دارن: بسیجیان عادی، فعال و ویژه. بسیجیان عادی طیف وسیعی هستند که ثبت نام کردن، گاه و بیگاهی سری به این پایه‌های بسیج میزنن. اکثر اینها هیچ اعتقادی به سیستم و حکومت و اصلا به این مسائل ندارن، بیشتر برای اینکه از این اسم بسیج استفاده کنن، از مزایاش استفاده کنن، به عضویت این سازمان در اومدن. این یه دسته دیگه بسیجیان فعال هستند که اینها باید در پایگاه‌ها حضور داشته باشن، گاهی برای ایست بازرسی بهشون مأموریت میدن، عملیات پلیسی انجام میدن که در همینجا اینا این پلیس برنامه‌های اجرا میکنن که خب هیچ سنخیتی با اون چیزی که براشون تعریف شده واقعا ندارن. از این گروه ها میتونیم به لباس شخصی ها اشاره بکنیم که مشخصا انصار حزب الله در این دسته‌بندی می‌گنجن که این انصار از سال 70 شکل گرفت رسما، ولی خب قبلش هم بودن، ولی رسما و به شکل سازماندهی شده در سال 70 شکل گرفت. آقای سعید امامی معروف و با محمد باقر ذوالقدر نفر دوم سپاه اینو شکل دادن به همراه دسته از حفاظت اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی. البته وقتی میگیم نیروی انتظامی توجه داشته باشید که اینها همون سرداران سپاه هستن که به اصطلاح منتقل شدن به نیروی انتظامی و به عنوان نیروی انتظامی شناخته میشن، ولی در حال همون سپاهی‌ها هستن که هسته مرکزی این انصار حزب الله رو شکل میدن. از افراد معروفی که تو این گروه بودن آقای مسعود دهنمکی بود، کارگردان معروف، آقای حسین الله‌کرم، حسین شریعت مداری رئیس کیهان، عرض به حضورتون آقای صفار هرندی که بعد وزیر شد، کریمپور ازغدی. اینها هستن کسانی که به اصطلاح تو این دسته جا میگیرن. اینا افراد تندرو بسیار خشنو که اکثرشون هم سابقه جرم و جنایت دارن شناسایی میکنن، کلاس‌های توجیهی علنی و غیر علنی برای اینا تشکیل میدن، آموزششون میدن که بیان تو خیابون‌ها بزنن و بکشن و ماموریت این چنینی که نمونه معروفش تیر 78 و انتخابات فرمایشی 88. اینا تو خونه‌های مخفی جلسات توجیهی میذارن، احکام مرتد بودن و ترور رو صادر میکنن. و بعد هم یه خونه‌ای بود که خب در ترور سعید حجاریان شناسایی شد به نام دخمه در شهر ری یا شاه عبدالعظیم بود. اینها به اصطلاح این چنین عمل میکنن. این هم گروه انصار حزب الله که اینها مستقیما از مجتبی خامنه‌ای دستور میگیرن. الان فرمانده رسمی شد مجتبی خامنه‌ای. آقای ایرایی عزیزم، عذر میخوام که صحبت شما رو اینجا قطع میکنم، ولی میخوام این فعالیت ها رو کمی به عقب و به زمان تأسیس سازمان بسیج برگردونم. بارها و بارها در کارها و فعالیت های تبلیغاتی که به صورت گسترده از رادیو تلویزیون دولتی ایران منتشر شده به این نکته اشاره شده که بسیج به جهت دفاع از مرزهای کشور تشکیل میشه. اما نگاهی به تاریخ تأسیس یا به عبارت بهتر صدور فرمان تأسیس سازمان بسیج مستضعفین نشون میده که مدت‌ها قبل از آغاز جنگ بین ایران و عراق این اتفاق شکل گرفته. برخی کارشناسان سیاسی در اون عصر هم معتقد هستند که با توجه به فضا و فعالیت گروه‌های چپ مثل چریک‌های فدایی خلق، سازمان مجاهدین و ده‌ها گروه دیگه که میتونستند خطر جدی برای حکومت نوپای روح الله خمینی در ایران باشند، خمینی خواست یک گروه شبه نظامی اونطور که موسولینی یا هیتلر داشته برای خودش فراهم کنه. اگر این ذهنیت رو درست بدونیم، نخست سوال من اینه که آیا این ذهنیت درست هست که در ذهن بعضی از کارشناسان هست؟ و سوال دوم این که اگر این ذهنیت رو درست بدونیم، آیا رفتار امروز بسیج درست همون کارکردی نیست که بنیانگذار اون خواسته بود؟ دقیقاً همینطوره جناب دکتر آقازمانی. دقیقاً این برگرفته از همون فاشیست های زمان موسولینی بود، لباس مشکی های آلمان نازی و
تجربه که اینا در کوبا داشتند و در لیبی داشتند که یک نیروهای این چنینی شکل داده بودند و خب از یاد نبریم که در شکل گیری این بسیج خود خمینی که در واقع حالا تئوریسین این کار نبود، به هر حال بهش خط میدادن، ولی تئوریسین اصلی من فکر کنم حزب توده بود که این آموزش رو داد که این بسیج به هر حال این لغت برگرفته از همون تفکر چپ و مارکسیستی است و این نیروها رو سازماندهی کردند، عنوانش گذاشتن دفاع از انقلاب در برابر دشمنان داخلی و خارجی و یکی دیگه هم براش به عنوان فرمایشی ذکر کردن یاری رسانی در هنگام بلایای طبیعی که البته فقط الان یک مقداری در جنگ خب به هر حال بسیجا در جبهه رفتن، خیلی ازشون کشته شد. حالا اگر در مقطع خودش به اون شکلگیری این حرکات در مدارس برسیم، اونجا خدمتتون عرض می‌کنم 36,000 دانش آموز اینا تحت عنوان بسیجی به جبهه‌های جنگ فرستادن، رو میدونای مین فرستادن، با شستشوی مغزی که از اینا کردن و این بچهای مردم رفتن رو مین راه رو باز کردن که می‌خواستن از راه قدس، از راه کربلا به قدس برسن. خب به هر حال این شکلگیری بسیج به این شکل بود. اما این عرض من این هست که این چیزی که در زمان جنگ اتفاق افتاد بعدها اصلا به طور کلی تبدیل شد به یک سیستم دیگه. خب به هر حال اون اول انقلاب توجه داشته باشید نسلی بود، اون نسل که به هر حال خمینی رو تو ماه دیده بود، تار موی خمینی رو در سوره یاسین پیدا کرده بود، خب به هر حال آمادگی داشت هر چی که خمینی میگفت میپذیرفت و اینها اومدن یک سری جوانای ساده دل واقعا گول خوردن و خب به هر حال جنگ هم آغاز شد، تداخل پیدا کرد و اینها رفتن. در دهه 60 اینا اصولا برای دفاع از مملکت بیشتر وارد این کار میشدن، بیشتر هم جوانای 15 16 ساله معصومی بودن که واقعا ساده دل دفاع از میهن رفتن و کشته شدن. اما در دهه 70 و دهه 80 اصلا قضیه فرق کرد. دهه 70 بسیج شد یک محلی برای رسیدن به دانشگاه، امتیازهایی به صورت رانت که خب به هر حال به اینها داده شد و اینا جذب شدن. دهه 80 هم که دیدیم عملا بسیج یک جزئی از سپاه شده رسما و خب در به اصطلاح پلی هست برای رسیدن به قدرت و ثروت و مکنت و به هر حال این چپاولی که مافیای سپاه پاسداران فرماندهانشون راه انداختن. به هر حال این بسیجیات این روندی بود که از شروع انقلاب تا به امروز براشون شکل گرفته. اما من داشتم عرض می‌کردم بسیجیان ویژه هستن که اینها نظامی درجه نظامی دارن، عین سپاه. نمونه معروفش آقای فیروزآبادی، اصلا رسما عنوانش از سرلشکر بسیجی، رئیس ستاد نیروهای مسلح. البته ایشون نظامی نبوده، تحصیلات چیز دیگه است، کشاورزی خونده. یک شب آقای خامنه‌ای گفت شما سرلشکری، که اینا اسلحه دارن. فرمانده اینا آقای نقدی هست، محمد رضا نقدی که این خب عراقی هست. اینم اینجا عرض کنم این مافیایی که در توسط فرماندهان و سران سپاه امروز راه افتاده، اینها علاوه بر بودجه‌ای که بسیج به صورت رسمی از دولت میگیره، اینها از نظر مالی اینا رو ساپورت میکنن و خب پشتیبانی میکنن و اینا ماموریتایی که بهشون واگذار میشه به نفع اصلا انجام میدن. الان بسیج دانش آموزی داریم، دانشجویی داریم، بسیج مهندسین، پزشکان، بسیج ادارات، بسیج خواهران، کارگری و کم کم هر جا که شما نگاه بکنید یک بدنه درست کردن تحت عنوان بسیج و اینا کار میکنن. حتی در یه مورد آقای درودیانفر، علیرضا درودیانفر، قهرمان کاراته ایران، این الان در سوئد پناهنده شده و ایشون چرا رفت پناهنده شد؟ گفت به ما پایگاهی درست کرده بودن، گفتن به بچهای بسیجی و مستضعفین آموزش بده. ما رفتیم دیدیم ای بابا اینا فقط دارن از ما استفاده میکنن برای جنگ‌های شهری. حتی یک سال قبل از اینی که انتخابات 88 اون انتخابات فرمایشی اینا انجام بشه، میگه ما مانورهای جنگ‌های شهری داشتیم میکردیم و بعد ایشون فرار کرد و رفت سوئد پناهنده شد. گفت من نمیخوام نیروی ضربتی باشن برای ضرب و شتم به ملت خودم، برای پناهنده شد. این به هر حال این روندی بوده که تا به امروز شکل گرفت. آقای دکتر ایرایی، نکته مهم همینجاست، روندی که بسیج رو از یک نیروی فعال در دوران جنگ که همونجور که شما گفتید محل بروز و بلوغ وطن دوستی و میهن پرستی مردمی بود که دوست نداشتند دشمن خارجی بر حتی یک وجب از خاک میهن مقدسمون ایران دست اندازی کنه، به روی میدانهای مین و جبهه‌های جنگ برد. حتی سازمانهای دیدبان حقوق بشر، سازمان بسیج و البته ستاد تبلیغات جنگ ایران رو به دلیل استفاده از کودکان زیر 18 سال در ساختار نظامی همون زمان متهم به نقض حقوق بشر کردند.
اما همونجور که شما اشاره کردید، چرخشی که در دهه 70 خورشیدی شکل گرفت کار رو به جایی رسوند که فرزندان همون شهدای بسیجی، کسانی مثل همت باکری که نامشون بر بسیاری از خیابان‌ها و بزرگراه‌های ایران امروز خودنمایی میکنه، آمدند و اعلام کردند که رفتار بسیجی‌ها بعد از جریان انتخابات سال 1388 در ایران توهین به تمام آرمان‌های پدران اونها بوده که جانشون رو برای دفاع از میهن و البته مذهب رسمی در گفتار اونها، من نقل قول میکنم، فدا کردند. فکر میکنید چه دلیلی باعث شد که سپاه با دستاندازی روی سازمانی به نام بسیج مستضعفین اون رو به یک شاخه نظامی معین تحت عنوان نیروی مقاومت بسیج تبدیل کنه؟ آیا فقط منافع مادی از بودجه 400 میلیارد تومانی سالیانه این نهاد نظامی کفایت میکرد یا ابزار و سیاست‌های دیگری در تقسیم قدرت رو میشه در این زمینه دخیل دونست؟ مسلماً مجموعی از همه اینا هست. ببینید، بسیج از اول انقلاب، چیزی که انقلاب نامشو گذاشتن، ما دیدیم که یک مافیای قدرت بود، مافیای قدرت رفسنجانی و خامنه‌ای. خب رفسنجانی در بالا بود و بعد خامنه‌ای قدرت رو در دست گرفت و نزدیک به 30 سال عملاً یک تاز میدون هست و دیدیم که در جریان انتخاب احمدی نژاد رسما این مافیا رو کنار گذاشت و خودش به تنهایی قبضه کردیم. مثلا این یک مسئله، خب به هر حال یک ابزاری میطلبه که کنترل بکنه این مافیای عظیم نظامی اقتصادی رو، بتونه کنترل بکنه و چه جایی بهتر از سپاه و ابزار اجرای اینها، چه جایی بهتر از بسیج. شما ببینید تکنیک به کارگیری افرادی که امروز جذب بسیج میشن، هدف خیلی هوشمندانه انتخاب میشه. هدف حفظ این مافیاست، یک سری افرادی که واقعا بعد از جنگ اینا میخواستن جامعه صداشون رو بشنوه، کسانی بودن که در جنگ بودن، جامعه میخواستن صداشون رو بشنوه و خب هیچ کالایی هم برای عرضه نداشتن. بسیج این زمینه رو برای اینها فراهم کرد که شما بیاید من بهتون قدرت میدم، از طریق قدرت غیر عادی و تمسک به زور اینها رو جذب کرد. خب اینها میان چیکار میکنن؟ با کتک زدن مردم، با اسلحه و اینجور چیزا قدرت رو نشون میدن و بعد در جهت حفظ اون سیستمی که اینها رو به وجود آورده، اینها خب فعالیت میکنن. این چیز طبیعیه، یک معامله خیلی روشنیه. اما مسئله اینه که خیلی از این افراد به خاطر اون مسائلی که براشون اتفاق افتاده واقعا گول خوردن، واقعا نمیدونن. میان یعنی این تاکتیک های یارگیری بسیج رو اگر ما بخوایم بشکافیم، جناب آقای دکتر آقازمانی، خیلی قشنگ نشون میده که چه روندی طی شده و داره میشه و چه روندی در آینده خواهد رفت. اینها میان یک بخشی از عمده‌ای از جامعه رو تحت فشار میزنن و یک عده افرادی رو که به هر حال حالا اکثرا یا دچار مشکلات خانوادگی هستن، مثل فقر، مثل اعتیاد، مثل درگیری‌های مختلف، تبلیغاتچی‌های بسیجی اینا رو با این قدرت به اینا میدن و اینا رو استخدام میکنن و بعد به اینا میگن خب شما بیاین تو خیابون، هر کی که دوست نداری میتونی بزنی، هر کی که خب با این آرمان‌ها و با این اهداف نمیخونی شما میتونی به زور بگی و اینا این کارو میکنن. و توجیهشون هم چیه؟ توجیهشون هم دین و مذهبه. یعنی واقعا از ساده دلی خیلی از اینا سوء استفاده میشه. اما اینا من عرض کنم خیلی از این افراد در این روندی که شکل گرفت تا به امروز ریزش داشته. بسیار از این نیروهای بسیجی وقتی که اومدن و فهمیدن که چه خبره، ریزش کردن. امروز باید واقعا تفاوت قائل بشیم بین اون افرادی که در بسیج واقعا گول خوردن، ابزار دستن، و یه سری اقلیتی فرماندهان که به اصطلاح میدونن چه خبره و خب به هر حال مزایای مالی و قدرت و فساد و مافیای مواد مخدر و اینا رو در دست گرفتن، خب دارن سوء استفاده میکنن. دقیقاً همینطور آقای ایرایی عزیزم. اتفاقاً اشاره‌ای که شما کردید به ریزش نیروها و مسائلی که مطرح میشه علل خصوص تو بخشی از اطلاعاتی که حالا به گواه آمارهای رسمی که خود آقایون منتشر کردن، چون من شخصا دسترسی به آمارهای غیر رسمی یا آمارهایی که از دل این سازمان به صورت غیر رسمی بیرون اومده باشه ندارم، ولی گفته میشه که سالیانه 400 میلیارد تومان بودجه رسمی نیروی مقاومت بسیج هست که در اختیار فرماندهی سپاه قرار میگیره از طرف دولت. و جالبه که هر سال بیش از 170 میلیون
میلیارد تومان هم کمک بلاعوض از طرف نهادهای دولتی به این نهاد میشه برای تقویت. و نکته خیلی جالب اینه که در سال 1388 یعنی درست سالی که وقوع اون اتفاقات هست، مبلغ 50 میلیارد تومان به عنوان برای کمک به بسیجیان بیکار در نظر گرفته شده. یک کمک هزینه زندگی پرداخت شه به کسانی که خودشون رو عضو بسیج اعلام کردن و اعلام کردن که شغلی ندارن که پولی به اونها پرداخت بشه. یا اینکه گفته شده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در همون سال مبلغ 45 میلیارد و 238 میلیون تومان هم افزایش بودجه برای بسیج در نظر گرفته. و خیلی نکات جالب دیگری از این دست، این بودجه های کلان در چه راستایی توی یه همچین سازمانی که بر اساس آماری که عرض کردم در ابتدای صحبتم هم که یک مؤسسه بین المللی معتبر یعنی مرکز استراتژیک و تحقیقات بین الملل در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آمریکا اعلام کرده، فقط 1,200,000 نفر عضو فعال و رسمی و سازمانی داره. این همه بودجه برای چی صرف میشه؟ عرض کنم خدمتتون که این بودجه که شما فرمودین این بودجه‌ای هست که حالا رسما اعلام شده. من خدمتتون عرض کنم بودجه‌ای هست که میدونید سازمان تبلیغات اسلامی بالای 1400 میلیارد تومان بودجه داره در سال، بودجه رسمی. البته اینا که عرض می‌کنم رسمیه، غیر رسمیش خب خیلی بیشتر از این است. اینها باید 1% زیادیشو به بسیج بدن و میدن. درآمد فوتبال ایران مقدار زیادیش از صدا و سیما، درآمدی که از فوتبال داره به بسیج اختصاص داده میشه، در قالب بسیج خود کارمندان صدا و سیما که اینا اکثرا نیروهای بدون تخصص هستند و صرفا برای اعمال زور بر کارمندان صدا و سیما از این استفاده میشه به صورت حالا انجمنهای اسلامی، حالا تعریف‌های سازمانیش بماند. اما این پولی که من عرض کنم خدمتتون، یک برنامه در فوتبال ایران پخش میشه جناب آقای دکتر آقازمانی به نام 90 در سال، و درآمد رسمی که این برنامه 90 فقط تنها برنامه 90 که دوشنبه رو آنتن میره داره از محل تبلیغات بالغ بر 370 میلیارد تومانه. بذارید در کنار برنامه‌های دیگه‌ای که این چیز و این سازمان به فدراسیون فوتبال موظفه که از این درآمدها به سازمان بسیج کمک بکنه. نه تنها اینها، اکثر سازمان‌ها این وظیفه رو بهشون دادن. و میدونید که هر سازمانی یک سری تنخواه‌گردان داره که خب اگه مصرف نکنه در آخر سال باید برگردونه به صندوق دولت. خب از اینا خیلیش به بسیج برمیگرده. این بودجه 400 میلیارد که میفرمایید یک رقمیه که واقعا یک خیلی 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 بیشتر از این حرفا به اینها میدن. برای چی میدن؟ برای اینی که جالب خدمتتون عرض کنم خیلی از این بسیجیایی که امروز به نام بسیجی واقعا در جامعه هستن و بعضا هم بدنامن در میان مردم، بنده خدا اینا اصلا از این خانه نعمت بسیج هیچ بهره نمیبرن. دقیقاً اصلا یک سری افراد انگشت شمار معدود فرماندهان هستند که همه چی به نام اوناست. بدنامیش برای این بدنه اصلی میمونه که واقعا خیلیشون با خلوص نیتن، خیلیشون از این مسائل رنج میبرن، چاره‌ای ندارن، واقعا چاره‌ای ندارن. ولی واقعیت این نیست که شما فکر کنید اون کسی که بسیجیه واقعا اعتقاد داره این بودجه و این مافیا و این سرمایه کلان در اختیار مافیای قدرت آقای خامنه‌ای قرار گرفته حفظ بقای خودش بس و چیز دیگه غیر از این نیست. آقای رایی عزیز، یه نکته بسیار مهم که اینجا وجود داره تشکیل سازمانی به نام سپاه ولی امر هست، یعنی سپاهی که خودش رو فرمانبردار مطیع رهبر ایران میدونه و آماده انجام هر گونه عملیات استشهادی، یا اون چیزی که ادبیات رسمی این سازمان به اون اشاره میکنه، چیزی مشابه با بمبگذاری‌های انتحاری در حقیقت در اقصا نقاط جهان خودش رو میدونه و بخشی از همین نیروی مقاومت بسیج هست، سپاه ولی امر. گفته میشه که حتی بسیاری از نزدیکترین کسانی که حفاظت از جان رهبر ایران یا مقامات ارشد نظامی رو به عهده دارن از همین گروه انتخاب میشن و یا تربیت‌های خاص و ویژه‌ای میبینن. این صحبت‌ها با اونچه که حداقل من به عنوان یک شهروند ایرانی برای سالها زندگی در ایران
از بسیجی ها و بچه بسیجی ها که در مسجد هر محلی هم بودند و سر هر چهارراهی با ایست و بازرسی هایی که ماشین ها رو دنبال نوار یا دوست پسر دوست دختر یا مسائل پیش پا افتاده ای از این نوع میدیدند و میدیدیم خیلی فرق میکنه. این تفاوت آیا فکر نمی کنید این بدنه گسترده اجتماعی سرپوشی است برای فعالیت های پنهانی و سازمان یافته دیگری که زیر این اسم در حال انجامه؟ دقیقاً همین که شما می‌فرمایید، منم به نوعی اینو عرض کردم خدمتتون. در واقع این واقعا همون سرپوشیه که برای فعالیت‌های مخفی که این سپاه ولی امر انجام میده و خیلی از کارهایی که سپاه قدس انجام میده در خارج از کشور، خیلی از کارهایی که سپاه قدس انجام میده در قالب بهره برداری همین نام بسیج هست و اینا این کارو میکنن. شما ببینید خیلی از اینها رو به عنوان بسیجی، به عنوان سفیر، به عنوان کاردار فرهنگی، به عنوان رایزن فرهنگی به جاهای مختلف دنیا اینا ارسال میکنن. خیلی از اینا اولین شرطی که شما یک مأموریت سیاسی در یک کشور خارجی بگیرید که زبان اون کشور یا حداقل زبان انگلیسی رو بلد باشید به عنوان زبان بین‌المللی. خب خیلی از اینا بلد نیستن. اینها رو با یه حقوق میفرستن و اینها خب از این پوشش استفاده میکنن. کارهایی که مثل بمبگذاری، اسلحه رسوندن، خرید اسلحه برای داخل و انواع اقسام فعالیت‌های این چنینی از این عنوان بسیج اینها استفاده میکنن. و واقعا حالا بسیج کاری که دیگه ای که کردن از این مسئله استفاده کردن، مسئله تخریب سیستم آموزش پرورش کشورمون بوده. کشور، یعنی هر کشوری آموزش پرورش عامل بقا و پیشرفتشه. در طبق تحقیقاتی که یونسکو کرده از 30 سال پیش به این طرف هر 57 سال حجم انتشار کتاب‌های علمی 2 برابر شده. تو ایران چقدر شده؟ خب جمهوری اسلامی اومده با آموزش پرورشمون چیکار کرده؟ با رخنه دادن چیزی به عنوان بسیج از سادگی و به اصطلاح اون پاکدلی جوانهای واقعا 15 16 ساله استفاده کرده و واقعا فجایعی رو داره مرتکب میشه. حالا بگذاریم از اینکه از نیروی کار این بچه‌های دبستانی و دبیرستانی میرن استفاده میکنن در طرح‌هایی که طرح‌های آبیاری، مثلا میگن برای بسیجه طرح‌های آبیاری. این آبیاری کجا؟ زمین‌هایی که تمام در اختیار سپاه هست. این بچه‌های مردم میبرن میگن خب حالا خب شما میایید و دارین حالا یه کار عامل منفعه میکنید و اجرتون با خدا و نمیدونم اجرتون با امام حسین، اینا رو میبرن برای آبیاری، طرح هجرت. خب اینا منافعش کجا میره؟ منافعش مستقیم تو جیب فرماندهان سپاه میره. این کاری که اینا با آموزش یا طرحی که به بودجه میدن برای ساختن نمازخونه و بعد بودجه‌ای که باید برای کلاس درس و مدرسه و اینا استفاده بشه، از این بودجه میان استفاده میکنن برای طرح شمارش صلوات. میان در مدارس میگن خب کی بیشتر صلوات فرستاده آخر سال میشمارن، بعد جوایز نفیس بالا خودشون میدن. خب اینها کاری که دارن میکنن یعنی عملا آموزش پرورش که خودشون گفتن رایگانه به سمت دولتی شدن پیش بردن، اون بودجه محدودی هم که هست در اختیار بسیج گذاشتن. آقای ایرایی دقیقاً همینه، میخوام به همین اشاره کنم. یعنی اینکه خود آقایون در موضوع طرح بسیج دانشجویی بارها اعلام کردن که بسیج دانشجویی نسخه اسلامی شده سازمان پیشاهنگی در قبل از انقلابه. من سن و سالم قد نمیده تا مفهوم درستی از سازمان پیشاهنگی در قبل از انقلاب رو داشته باشم. وقتی انقلاب شد من فقط کمتر از 2 سال 3 سال سن داشتم. شما که اون دوره رو تجربه کردید، آیا بین چهارچوب بسیج دانش آموزی و سازمان پیشاهنگی پیش از انقلاب تناسب و تعادلی می‌بینین؟ اصلاً جناب آقای دکتر آذرمانی، اون زمان در زمان پیش از انقلاب برای بچه‌های دبستانی طرحی به نام طرح شیر بچه‌ها که لباسای سبز می‌پوشیدن و خب یه آرم و اینایی داشت، بچه‌ها دوست داشتن. خود من مثلا تو دبستان که بودم این لباسو داشتم و عضو بودم و بعد در دوران به اصطلاح راهنمایی متوسطه میگفتن طرح پیشاهنگی که کار نیک بکنن، میگفتن هر پیشاهنگ موظفه که هر روز یک کار نیک حداقل بکنه و این کار نیک، این یک فلسفه انسان دوستی و یک حالت نودوستی و عامل منفعه داشت. اصلا به هیچ عنوان مسائل این چنینی و مالی توش مطرح نبود. صرفا جهت دادن افکار بچه‌ها در یک جای کارهای گروهی، کارهای عامل منفعه، حس نودوستی رو می‌خواستن القا بکنن. الان اصلا این مسائل به این شکل مطرح نیست. اینها صرفاً این بچه‌ها رو در خدمت اهداف خودشون در آوردن برای سوء استفاده مادی و معنوی
به هر حال خب اینها شستشوی مغزی که در مدارس میدن، خب بچه‌ای که میگن آقا تو بشین روزی 1000 صلوات بفرستی، اون میگه من 1200 فرستادم، اون میگه خب 1200 تایی پس ارجح به اینه. ببینید این روحیه اینجوری تو بچهای مردم به جای اینکه درس بخونن، به جای اینکه نمیدونم پیشرفت علمی بکنن، شما فکر میکنید الان این مسئله المپیادهایی که خب ایران هر سال میره مثلا مدال میاره، کیا خیلی از بچهای نابغه رو میگیرن تحت آموزش‌های شبیه آموزش‌های کره شمالی و چین قرار میدن، آموزش فشرده که بیشتر از سبک زندگی نظامی میخوره. خب اینها رو میبرن خب که مدال بیارن، تبلیغ کنن. درست اینا همه نخبه‌ان، بحثی توش نیست، ولی آیا اینا کدومشون در خدمت سیستم آموزشی آینده قرار میگیرن؟ الان تو سیستم تأسیساتی ایران چند تا ایرانی داره کار میکنه؟ تمام مهندسین روسیه نهایت پیشرفت یا سرکارگر بشن یا بشن نگهبان و شیفت شب این تأسیسات پایگاه. یعنی واقعا اینجوری نیست. اینا یعنی همه سیستم رو در خدمت اهداف خودشون در آوردن و این اهداف هم صرفاً بقای پایه‌های حکومت آقای خامنه‌ایه که اخیراً اعلام کردن 100 میلیارد دلار رهبر مستضعفین جهان دارایی نقدیش. خب این سیستم به هر حال باید باشه که این مافیا بتونه به عمر خودش ادامه بده. آقای ایرایی نازنین، این حرفایی که شما الان گفتید بار حقوقی بسیار جالبی داره و البته مستندات گسترده‌ای هم درباره اون وجود داره که شاید در مدت محدود برنامه ما نمی گنجه، اما همونطور که شما اشاره کردید و به ذکر از اسناد رسمی منتشر شده از سوی سازمان بسیج دانش آموزی ایران، بارها و بارها بر چند نکته اشاره معین و مشخص وجود داره. هدف از تشکیل بسیج دانش آموزی رو ترویج فرهنگ ولایت مداری، مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیسم، تعبیری که از آمریکا و اسرائیل در ادبیات سیاسی رایج جمهوری اسلامی وجود داره، و مقابله با فتنه که این بند در سالهای اخیر به اون اضافه شده عنوان کردن. چیزی درست مشابه تفکری که روح الله خمینی در آغازین سالها یا به عبارت بهتر آغازین ماه‌های اداره کشور و دولت در ایران بعد از انقلاب سال 1357 خورشیدی به اون دست میزد، نیاز برای بقا و شستشوی مغزی. فکر نمی کنید که نسلی که در حال حاضر در حال تربیت در مدارس هستند و عملاً هم اختیار عضویت یا عدم عضویت در سازمانی مثل بسیج رو ندارند، تمام اردوهای مدارس اونچه که به عنوان گردش علمی در زمان من و شما یا فیلد تریپ در کشورهای اروپایی و آمریکا مطرح هست، امروز به عنوان اردوهای بسیج دانش آموزی مطرح میشه. دانش آموزان رو به دیدن یک موزه مثل موزه شهدا میبرند یا به مناطق کاروان‌های راهیان نور که بارها و بارها برای بچه‌های دانش آموز در دوره‌های دبیرستان مسئله ساز هم شده، کسانی که رهپویان نور و رزمندگان فردا نام میگیرند. این شستشوهای مغزی هدف معینی رو دنبال میکنه، بقای حکومت. اما آیا به راستی میشه از بستر چنین شستشوی ایدئولوژیکی توقع داشت که نسلی آزاداندیش در فردا هویت خودش رو مستقل از این باورها و آموزه ها نمایان کنه؟ ببینید جناب آقای دکتر آقازمانی، اینها هر چی که میگذره فشار رو بیشتر میکنن، این سرمایه گذاری رو بیشتر میکنن. چرا؟ برای اینکه جواب نداده. اگر اون اوایل آقای خمینی میامد یک اعلامیه میداد میگفت برید و واقعا یه سریا میرفتن دیگه، یه سریا واقعا باور داشتن و میرفتن. امروز روز چند نفر باور دارن؟ امروز روز آمار رسمی که داده شده 40% مردم ایران رسما دارن از فیسبوک استفاده میکنن. خب این نسل آگاه خب مسلما نمیتونن، این رژیم نمیتونه اینها رو طویل المدت زیر یوغ خودش بگیره. بله میتونه تا یک حدودی اینها رو به شستشوی مغزی بده، ولی برای همیشه نمیتونه. ببینید در دوران جنگ 36,000 تا دانش آموز طبق آمار رسمی در جنگ کشته شدن. حالا به قول روحانیون به شهادت رسیدن. خب چیزی که دنیا ازش داره با نفرت یاد میکنه. امروز روز اگر یه همچین جنگی رخ بده فکر کنم چند تا دانش آموز جبهه میرن؟ هیچ. اینها تا زمانی که با این به اصطلاح دادن امتیازاتی مثل سهمیه‌های دانشگاه، قدرت نمایی در عرصه خیابونی، نمیدونم مزایای این چنینی، میتونن یک سریار زیر یوغ بسیجگیر بیارن. اما اگر واقعیت روزی
مردم، شما دیدید در زمان 88 واقعا چند تا از این بسیجی‌ها با مردم در افتادن؟ عملا خیلی کم، عملا خیلی کم، برای اینکه خب اینا از خود مردمن. بله خیلی هم دوست داره اون جوون بسیجی که بیاد تو خیابون شب جلوی مردم بگیره، قدرت نمایی هم بکنه، چه بسا حالا یه جوونی هم با دوست دخترش جلو دوست دختر اون راننده ماشین یک نمایش قدرتی هم بده. ولی واقعا اگر فردا ببینه خواهر و مادر خودش تو خیابون جلوش قرار گرفتن، آیا تیراندازی میکنه؟ مسلما خیر، مسلما. اما آقای ایرایی، ما شاهد وقوع چنین صحنه‌هایی در خلال اعتراضات خیابانی مردم در سال 1388 بعد از تقلب و کودتای انتخاباتی در ایران بودیم. شاهد بودیم که لباس شخصی ها جلوی مردم ایستادند، هفتی روی مردم کشیدند، یا کشتگانی که در راهپیمایی سکوت در میدان آزادی روی دست ملت ایران گذاشته شد، در حالی که یک بسیجی از بالای یک پایگاه بسیج به مردم شلیک کرده بود. این صحنه ها رو چگونه میشه توجیه کرد؟ آیا اینها هم همین بدنه فعال و روزمره زندگی اجتماعی بسیج هستند، یا شما اعتقاد دارید که اینها عواملی هستند که فرماندهی دارن، یا سپاهیانی هستند که تحت عنوان لباس شخصی وارد میشن، یا اساساً وقتی میبینیم از دیوار سفارتخانه ها همین بسیجی ها بالا میرن، همین جوانای دانشجوی بسیجی هستن که به سفارت بریتانیا حمله میکنن در تهران و چندین ساله که هزینه سنگین عدم برقراری ارتباط کنسولی و دیپلماتیک بین ایران و بریتانیا رو روی دوش بسیاری از خانواده ها و فرزندان و ملت ایران میگذارند. اینها کیان واقعا؟ بله عرض می‌کنم خدمتتون، اینها همونجور که فرمودید بیشترشون عواملی هستن که به عنوان بسیج، از عنوان بسیج استفاده میکنن. در واقع افرادی هستن که در خود نیروی انتظامی، یک سریشون به اصطلاح جزو قسم خورده ها اینا هستن، جزو فرماندهانشون هستن، یک سری تو خود بدنه سپاه هستن. به هر حال در هر طیفی جناب دکتر آقازمانی یک افرادی هستن که خب به هر حال حالا یا باور دارن یا گور خوردن، حالا یا به هر عنوانی که بخوایم بزنیم، به هر حال واقعیت اینه که اسلحه میکشن. اما باید دید که اینا چند درصد اون مجموعه هستن. این ملاکه بله بودن کسی بسیجی بوده که از بالای بام خونه ها تیراندازی کرده، کشته، از روی مردم با وانت نیروی انتظامی رد شده، ولی واقعا چند درصد این افراد هستن و تا چه حد اگر شما فکر میکنید که اون اعتراضات ادامه پیدا میکرد، مثلا 10 روز دیگه ادامه پیدا میکرد، آیا واقعا بازم شاهد این کشتار بودیم یا نه؟ مسلما نبودیم. مسلما این افرادی که الان هستند وجود دارن، ما نمیگیم بسیجی ها همشون آدمایی که نمیکشن نمیزنن، نه، ولی عرض من اینه که بیشتر این اسم بسیج شده پوششی برای جنایت یک طیف خاص در سران سپاه و در همون سپاه ولی امری که به اصطلاح 2000 خورده هستند که رسما اعلام شده که وظیفه حفاظت از بیت رهبری رو به عهده دارن. خب اینها به عنوان بسیج، تحت عنوان بسیج میان این کارو میکنن و بعدم میگن خب بسیج مردمی بوده، مردم بودن. بسیجی که بسیجی از خود مردم، خب این مردم مخالفن با اینا هم که کشته شدن ضد انقلاب بودن. به همین راحتی توجیه میکنن، برای دنیا توجیه میکنن، برای داخل خب حالا داخل میدونن چه خبره، ولی برای دنیا حداقل توجیه میکنن. این فقط یک سرپوشه و یک سوء استفاده از نامی به نام بسیج. آقای دکتر ایرایی، آرام آرام به پایان برنامه میرسیم، ولی یکی از مهمترین سوالات من که اون رو برای پایان برنامه نگه داشتم، اگرچه شاهد صحنه‌های تلخی بودیم از برخورد نیروهای نظامی و شبه نظامی در خیابان‌های ایران در مقاطع گوناگون با مردم، اگرچه مردم ایران بارها و بارها به وسیله بسیجی‌ها دستگیر شدند، به وسیله نیروهای انتظامی دستگیر شدند، ولی یکی از زیباترین و شکوهمندترین صحنه‌هایی که پس از اعتراضات خیابانی سال 88 چشم من، بسیاری از روزنامه‌نگاران، تلویزیون‌ها، رادیوها و البته بینندگان رسانه‌های مختلف رو در جهان نوازش کرد، رفتار رئوفانه مردم بود با سرباز یا یک نیروی بسیجی که در حلقه مردم میافتاد و او رو در پناه می‌گرفتند. اگر کسانی تندروی می‌کردند یا می‌خواستند او رو مورد ضرب و شتم قرار بدن، بارها و بارها من دیدم که مردم اونها رو در پناه خودشون نگه می‌داشتند و اجازه نمی‌دادند که اونها آسیب ببینند. به اونها میگفتن فرزندان ملت. از اونجایی که رهبران سیاسی در دنیای امروز باید پیروان خواسته های مردمشون باشند، شما فکر میکنید که
هدفگذاری آشتی ملی جایی برای بذل عشق و مهر مام میهن و مردم شریف ایران به فرزندان ایران که امروز تحت شستشوی مغزی گاهی وقتها روبروی اراده ملت میستند داره یا نه؟ ببینید، یکی از اصول منشور شورای ملی ایران آشتی ملی هست و این واقعیتیه که باید در آینده ایران اتفاق بیفته. بسیجی کیه؟ سپاهی کیه؟ بچهای همین ملتن، برادر من، پسرخاله من، پسرخاله شما. اینها خب همشون که آدمای بد و قاتلی نیستن. خیلی از این افراد در سطح سپاه، در سطح نیروی انتظامی، در سطح بسیج تجربه‌های خیلی خوبی دارن، از نظر نظامی، از نظر به هر حال کارهای تخصصی که به عهدهشون ده. همشون هم اینایی نبودن که تو خیابون اومدن مردم به این شکلی که الان در تصویر داریم می‌بینیم زده باشن. خیلی از این آدم‌ها تجربیاتی دارن. از اینها باید استفاده کرد در سیستم آینده ایران. اینها میتونن جذب بدنه ارتش آینده ایران بشن، ازشون بر موازین سازمانی خودشون استفاده بشه. باید همین چنین باشه. ما که نمیتونیم فردا بگیم خیلی خب حالا بیایم دونه دونه از همه اینا انتقام بگیریم. کسانی که خب به هر حال اتفاقای افتاده، ولی آشتی ملی با این واقعا به این مسئله هست که برسیم به یه جایی که مردم در صلح، آرامش، تفاهم زندگی بکنن، ایرانمون بسازیم. این نیروها چه در بسیج، چه در سپاه، چه در نیروی انتظامی، چه در هر جا، میگم یک سری فرماندهان و سرانی هستن که اینها دستشون به خون آلوده جنایت کردن، ولی اکثریت این بدنه این کارو نکردن. اینها باید جذب بشن در آینده ایران، حالا چه در سازمان نظامی، چه در جاهای دیگه، در ساختن آینده به همراه همه ایرانیان دست در دست هم کار بکنن. این هست معنی اون آشتی ملی که ما منظور نظر داریم. ممنونم از وقتی که گذاشتید و در برنامه نیمه پنهان همراه من بودید. جناب آقای دکتر امیرحسین مهدی ایرایی از دفتر سیاسی شورای ملی ایران. سپاسگزار از شما. تا وقت دیگه. خدا نگهدار. از شما خوبان هم ممنونم که همراه ما بودید. بی تردید آینده ایران آینده است که جوانان و فرزندان امروز صاحبان و وارثان اون هستند. هر کدوم ما به نوبه خودمون بایستی بذری از عشق، دوستی، مهر، امید و روشنایی رو برای فردا بکاریم. اون نهالی که امروز ما غرس میکنیم میوه‌های خرد، دانش، آگاهی، بخشش و عطوفت رو به فردای سرزمین ما هدیه خواهد کرد. فراموش نکنیم تاریخ همه ما را قضاوت میکنه و پرده ها خواهند افتاد. نیمه پنهان هر صورتی دیده خواهد شد و سرافرازان تاریخ مردمانی هستند که همواره در راه آزادی، برابری و عدالت گام برداشتند. ممنون که همراه ما بودید.